این تستوسترونه. میگن مردی که تستوسترونش پایین باشه میشه پرنسسلی که مهره مار داره تو دلبری. ولی مردی اگر باشه که تستوسترونش همچین جونده مونده باشه میشه این پارتنرلی. ترکیب همه خوبیای ایلان ماسک و دکتر شفیع کدکنی و وحید مرادیه تو بدن هنری کویل. حالا ویژگیاش چیاست؟ اینا: دلربای دلشکن. هر دختری اینو میبینه با یه نگاه عاشق و والش میشه، بعد جامه دری ها میکنن واسهشو. ولی چون یه تکبر لعنتی به همشون میگه نه من عاشق جوجومم، بعد مثل یه کفتر عاشق پر میزنه به خونه عشقش. گرگ بیرون بره یار. ایران و توران ازش حساب میبرن، اصلا هر جا میره آهنگ قیصر تو بک‌گراند واسش پلی میشه. ولی واسه یار یه بره مطیعه که هر چی اون میگه یعنی چشم عزیزم. خرپول پول ندوز، اصلا عشقش اینه اون میلیارد پولشو اینجوری بپاشه سر و صورت دلبرش. سر سالم بگیرتش 2000 تا سکه مهرش بکنه، حق طلاق و تنصیف اموال و حق حضانت و حق تنبانش هم بهش بده. این چیزیه که دختره 16 تا 23 سال وطن هم راجع به تستوسترون فکر میکنن که خب ریدن واسهشون. این پارتنر علی هم شخصیت یک کتاب غیر علمی فوق تخیلی به اسم کفترها روپای میزنن نوشته سینت بی‌ادب پوره. مالیده عزیزم.